درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و به آرزوی سلامتی شما عزیزان و همچنین خوشحالیتون در این روز تعطیلی. برنامه امروز سه‌شنبه 16 دی ماه سال 2573 هخامنشی برابر با 6 ژانویه سال 2015 رو آغاز میکنیم. بخش اول برنامه امروز طبق روال سه‌شنبه ها اختصاص دارد به حشمت رئیسی که در ارتباط مستقیم قرار میگیرد. بخش دوم چند اطلاعیه رو میشنوید و سپس سرخط خبرها رو به اطلاع شما از آن خواهم رساند چنانچه فرصت باشد. توجه داشته باشید که شما به صدای رادیو البرز گوش میکنید که از شهر گوتنبرگ سوئد برنامه پخش میکند. آدرس یوتیوب و آدرس فیسبوک ما رادیو البرز GBG رادیو البرز GBG است که می توانید با نوشتن رادیو البرز GBG هم برنامه های ما را در یوتیوب و هم در فیسبوک بشنوید. در فیسبوک رادیو البرز به ما بپیوندید، نقطه نظراتتون رو در اونجا بنویسید و پیشنهاداتتون رو. همچنین در یوتیوب می توانید که برنامه ها رو بشنوید و نظر بدید. رادیو البرز GBG یک سره می نویسید با حروف کوچک. شماره تلفن های تماس با ما 031 یا به عبارتی 2046 31 335 12 51 و 52 است. تا قبل از اینکه ارتباط ما با حشمت رئیسی برقرار شود از شما دعوت میکنم به ترانه‌ای گوش کنید. عاشقای دنیا کلام آخرینم، نگاش قلبمو دزدی منو سید خودش کرد، با حرفای قشنگش منو خام خودش کرد. میخوام دنیا نباشه اگه از من جدا شه، یه دل تو سینه دارم میخوام اونم فدا شه، میخوام اونم فدا شه. شما شنوندگان عزیز به صدای رادیو البرز گوش میکنید. شماره تلفن تماس با ما از این لحظه 031 335 12 51 است. اگر چنانچه سوالی و پیامی برای آقای حشمت رئیسی دارید میتوانید در ابتدای برنامه تماس بگیرید و نقطه نظرتون رو با ایشون در میون بگذارید. آقای حشمت رئیسی رو در ارتباط مستقیم داریم. درود به شما میگم آقای رئیسی. درود بر شما، درود بر همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. آقای رئیسی،
همونطوری که از اوضاع داخل کشور خبر دارید و از جریانات و رویدادهایی که در حال روی دادن است، این سوال مطرح است که واقعا در چه شرایطی است که یک جامعه میتواند به حرکت در بیاید، یک جامعه میتواند پلیدی ها را پشت سر بگذارد، یا به عبارتی میتواند پلیدی ها را ببیند. در چه زمانی است؟ آیا باید در انتظار بود، یا حقیقتاً برای مثال جامعه خودمون میگم، یعنی سرزمین خودمون، آیا رژیم حاکم در کشور ما به این صورت است که می شود با دیالوگ، گفتگو، اعتراض او رو برکنار کرد؟ یک چنین حکومتی یا یک چنین اوضاعی رو تاریخ نشان داده است که بشود با دیالوگ و گفتگو برکنار کرد و روزی رژیم بیاد بگه خیلی خوب، حالا شما بیایید بر اساس میل خودتون یه حکومت درست کنید. راه چاره چیست؟ از نظر علمی شما چگونه اینو میبینید که به اصطلاح چه اندیشه‌ای پشت این باید باشد؟ بفرمایید. بله، والا در طول تا من فکر نمی کنم هیچ نیروی سیاسی و حتی نیروی سیاسی دموکرات، چه برسد به نیروی سیاسی مستبد، با میل خودش و خواست خودش صحنه سیاست رو ترک کنه و یا به مخالفین خودش فضای لازم رو بده. حتی در کشورهای دموکراتیک هم احزاب مخالف دولت با اتکا رو متقاعد کنن تا جایگاه فراری، جایگاه برجسته تری در سیاست خودشون بسازن. که بازی سیاست، بازی قدرت، بازی التماس و خواهش و تمنا و تضرع و زاری و گریه و دعا و اینا نیست. بهتری اولا تا مادامی هم که نیروهای مخالف این وضعیت موجود دارای نیرو، اقتدار، قدرت و توانایی نباشند، من فکر نمی کنم حکومت کوچکترین عقب نشینی کنه از اون موضع و موقعیتی که داره. پس بنابراین این رو باید در ضعف نیروهای مخالف جستجو کرد، در پراکندگیشون باید این بیماری رو کشف کرد و بررسی کرد. به خاطر همین هم است که مسئله ساختن افکار عمومی نقش بسیار زیادی داره که این افکار عمومی از این پراکندگی و از این تقابل و از این وضعیت خارج بشه. برای اینکه این پراکندگی برطرف بشه باید زبان جدیدی رو به وجود آورد. طبیعتا رسانه‌های همگانی توان اون رو ندارن که افرادی رو که صاحب عقاید منطقی یا دارای استحکام فکری هستن تحت تاثیر قرار بدن، عقیده تازه رو سخت نامیپذیرن، ولی در صورت رسانه‌ها میتونن در شکل دادن افکار همگانی نقش داشته باشن. برای این کارم یک باید دو ویژگی داشته باشن. یکی از این ویژگی ها برجستگی است، یکی هم تداوم است. یعنی فکری رو، اندیشه‌ای رو، نظری رو که باید عمومیت پیدا بکنه باید دائما برجسته کنن و استمرار و تداوم داشته باشن و این پدیده هم از این پراکندگی باید خارج بشه. مثلا اگر تاکید دارن روی فساد حاکمیت باید این رو دائم برجسته کنن و استمرار بدن تا تبدیل به افکار عمومی بشه و برجستگی باعث میشه که خبر به چشم مردم یا مخاطب جلب بشه
استمرار هم در ذهن مردم باعث میشه که به اصطلاح جا بیفته و الاخر شرط دومش هم اینه که مثلا رسانه‌های همگانی بر دل مردم بنشینن، در داوری اونها نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به اصطلاح از سر بگذارن و به همین دلیل باید خبرها، اطلاعات، تحلیلها، گزارشات مستند، واقعی، دقیق و دارای قدرت و استحکام منطقی باشه تا بتونه اثر رو بذاره. طبیعتا رسانه اگر بخوان اقدام بکنن، خب مسائلی که به چشم مردم میخوره، مسائل نظیر گرانی، بیکاری، کمبود کالاها، بیماریها، دزدیها، ارتشاء، کاغذبازیها در ادارات دولتی که مردم هر روز طعم تلخ اون رو میچشن، رسانه ها باید روی اینا متمرکز بشن، نگرانی های مردم رو بتونن توریزه کنن، بازتاب بدن و با کاه به اصطلاح یا میتونن چیکار بکنن، این رسانه ها میتونن نقش منفی هم بازی کنن. رسانه های خارجی کشور تقریبا نتونستن نقش مثبت خودشون رو بازی کنن، بیشتر جنجال و قول معروف به رسانه های لس آنجلسی معروف است، بیشتر برنامه های اینا بیشتر برای خندیدن مردم به اصطلاح مورد استفاده قرار میگیره، چون یک نوع احساسات بسیار آبکی و رقیق ناسیونالیستی گذشته رو فقط بازتاب میدن که برای مردم زیاد جذابیت نداره، مطلوبیت نداره، حرف جدیدی نداره. همین درجه تاثیرگذاری نیروهای اپوزیسیون هم که فکری تولید نمی کنند روی جامعه کم اثر هست. خب نگاه بکنیم تجربیات ملت های دیگه داشتن. به عنوان مثال میگم در شیلی یکی از جراح‌ترین و سرکوبگرترین حکومت ها در آمریکای لاتین با کودتای پینوشه آمد رو کار. طبیعتا در این کودتا فقط قربانیانش کمونیستان نبودن، گرچه پسر آقای لوئیس کوربالان رهبر حزب کمونیست رو به اصطلاح تیرباران کردن، گرچه خود آقای لوئیس کوربالان رو بالاخره آمریکایی‌ها برای نجاتی که از جاسوسانشان در شوروی با شوروی‌ها معامله کردن، در همین برلین این معامله معروف و جهانی صورت گرفت که اون رو گرفتن و این رو پس دادن. رهبر حزب سوسیالیست آقای آلنده کشته شد به طرز ناجوان مردانه و توسط ایشون به شکل قهرمانانه تا پایان لحظه در کاخ ریاست جمهوری ماند و در صورت آخرین پیام، آخرین نطق آقای آلنده شهرت این جهانی پیدا کرد و روی آمریکای لاتین اثرات ویژه‌ای به جا گذاشت که گفت من اطمینان دارم که بذری را که در ضمیر آگاه هزاران هزار شیلیایی کاشته ایم نمیتوان قاطعانه ریشه‌کن کرد. اینها آخرین کلمات آلنده خطاب به مردم شیلی بود و گفت آنها البته قدرت دارند و میتوانند بر ما استیلا یابند، اما نخواهند توانست روندهای اجتماعی رو با جنایت و زور متوقف کنند. تاریخ متعلق به ماست و مردم آن را رقم خواهند زد. این در اوج شکست امید به رهایی مردم شیلی رو در دل داشت و این رو بازتاب داد و این به اصطلاح سخنان همواره در دوران سخت حکومت پینوشه برای مردم شیلی پیام آور بود. در شیلی بزرگترین گروه حقوق بشر به وجود اومد، اسمشو گذاشتن
میدونستن تلاش برای پایان دادن به شکنجه و آزاد کردن زندانیان سیاسی که به 10,000 نفر میرسید صرفا یه جبهه وسیع مبارزه رو طلب میکنه و اونها فهمیده بودن برای اینکه به قربانیان بعدی رژیم تبدیل نشن این ادبیات یا اون گفتمانهای قدیمی و سنتی رو باید کنار بگذارن و حتی چپ ها این رو فهمیدن، گرچه خوب خیلی سرسخت هستن در مبارزه طبقاتی، مبارزه ضد امپریالیستی، مبارزه علیه استعمار و استثمار، و اونها زبان جدید رو به کار بردن، یعنی زبان اعلامیه جهانی حقوق بشر. با این زبان با حکومت شیلی در افتادن. چرا؟ چون میدونستند، به خوبی آگاه بودن که با این زبان میشود افکار عمومی اروپا و آمریکا رو بسیج کرد بر علیه حکومت شیلی. با زبان طبقاتی نمیشود و موفق بودن. هزاران هزار نفر از آزادی خواهان دموکرات ها در آمریکا، اروپا به این جنبش پیوستند و از مردم شیلی حمایت کردند، از آزادی وجدان. و در صورت واژه‌هایی رو مثل کارگر و سرمایه‌دار، شمال و جنوب، طبقات استعمارگر، خلق و امپریالیست رو، از این کلمات رو یه مقداری به حاشیه بردن. با زبان حقوق بشری با جهانیان صحبت کردن که حق هر کسی هست که از محاکمه آزاد برخوردار باشه و مورد رفتار بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده قرار نگیره. حق یک کشیش است که محاکمش عادلانه باشه، حق یک کمونیست است که محاکمش عادلانه باشه، حق یک سوسیالیست یا یک سندیکالیست است و در این زبان با هم مشترک شدن. آمیزه از زبان حقوقی، علایق انسانی که مشخصه قاموس حقوق بشری هست. این فعالان سیاسی کنه‌کار اون شرایط آموخت که رفقای دربندشون به واقع زندانیان وجدان هستند که حق آزادی اندیشه و بیان در ماده های 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصدیق قرار گرفته و این قوانین به اصطلاح به تصویب سازمان ملل رسیده. پس بنابراین با این زبان میتونستن سازمان ملل رو هم به حامیان خودشون تبدیل کنن و کردن و تونستن بالاخره حکومت پینوشه رو با این کمیته صلح یا یک کمیته فراگیر که همه شیلیایی ها که خواهان فضای باز و آزاد برای حرکت سیاسی و یا صنفی و یا فرهنگی و هنری خودشون بودن در این هم متحد بودن، این کمیته صلح تونست این کار انجام بده. برای کسانی هم که تحت دیکتاتوری زندگی میکردن، زبان جدید اساسا یک رمز بود. درست این پاشنه شیل پینوشه بود و این زبان رمز رو در صورت همه به کار بردن. همانطور که دستن در کاران عرصه موسیقی پیام‌های سیاسی خودشون رو با این زبان رمز از طریق تمثیل، استعاره و به زیرکی در ترانه‌ها مخفی می‌کردند و مردم رو بسیج می‌کردند. اونها چپگراییشون رو در پس زبان حقوقی پنهان کردند و این راهی برای ورود به عرصه سیاست بود، اما بدون، به قول معروف، در اون فضای تنگ، بدون اینکه آشکار بگوین مرگ بر پینوشه. در صورت این زبان وقتی که زبان حقوق بشر بیاد، دیکتاتورها میفهمن یعنی مرگ بر دیکتاتور و خوبم میفهمن و به همین دلیل حتی محاکمات آزاد رو ممنوع میکنن. به
خاطر همینم از اینها وحشت دارن، حتی این محاکمات رو در درون نیروهای خودشون هم به کار ببرن. به خاطر همینم از وحشت دارن که موسوی و کروبی و خانم زربا رهنورد رو محاکمه علنی کنن، چون میدونن در صورت اونا به دفاع از خودشون برخواهند خواست و یک دادگاه نه تنها ملی میشه بلکه دادگاه بین المللی میشه. چرا؟ بالاخره اونها ناچارن تمام فساد و تباهی که کشور رو به این روز رسوند با آمار و ارقام بیرونی کنن و اینجا در حقیقت محاکمه واقعی خود آقای خامنه‌ای خواهد شد که اینجور سرسختانه از احمدی‌نژاد دفاع کرد. پلیدی های احمدی‌نژاد، دزدی ها، غارت ها، فساد، تباهی ها برملا خواهد شد. گرچه آقای روحانی اینا رو میدونه، آقای خاتمی هم میدونه، مدارکش هم دارن الان، چون دولت دست آقای روحانیه، ولی جرأتش ندارن. ولی اون دو نفر در صورت محاکمه میشن و باید اگر محاکمه بشن جرأت لازم رو ناچارم داشته باشن که از خودشون دفاع کنن. ولی من اطمینان دارم که اینا جرأت نخواهند کرد که این دادگاهی رو به وجود بیارن و اگرم بخوان بکنن پشت درهای بسته تا از اثرات سهمگین اون دوران محاکمات به اصطلاح پرهیز کنن و حکم فرمایشی رو صادر کنن. با توجه به اینها من با تمام وجودم به خاطر اهداف ملی و انسانی میگم حتی اگر میخواهن هر کدوم از سران رژیم هم به هر دلیلی محاکمه کنن باید علنی باشه، باید عادلانه باشه تا مردم آگاه بشن پشت پرده های سیاست چی میگذره و اینها هر وقت گوشه از این تباهی ها میخواد بیرونی بشه سراسیمه به اصطلاح به صحنه میان و اعلام میکنن فتیله ها رو پایین بکشید تا ابعاد فاجعه بر مردم آشکار نشه. با توجه به این توضیحات فکر میکنم که روشن منظور من چی هست. باید تمام ایرانی ها با حفظ عقاید و نظراتشون، آن که چپ هست، آن که سندیکالیست هست، آن که ملی هست، آن که به هر مقام و به اصطلاح عقیده و حزب و سیاستی باورمنده، در یک چیز اینها میتونن مشترک بشن و زبان حقوق انسانی، حقوق بشر هست و خواهان این بشن و هم فکر میکنم با این زبان میتونن متحد بشن. ولی متاسفانه به علت گروهگرایی مفرط به دلیل هژمونی گرایی بیمارگونه در میان شخصیت های سیاسی ایرانی، عشق به قدرت و تنزل مسائل انسانی اخلاقی در حد مسائل سیاسی فرعی اینا حاضر نیستن و این زبان هم حتی متحد بشن. چرا که در طول این متاسفانه 30 و اندی سال دیدیم که اگر اون زمان که سلطنت طلب ها را اول انقلاب میکشتن، متاسفانه این بلوغ در جامعه وجود نداشت که بگویند این کشتار آغاز یک توحش، پایان توحش نیست، فردا گریبان همه رو خواهد گرفت. متاسفانه اون موقع هورا کشیدن. بعد نوبت گروه بعد شد. وقتی که کار طرفداران رژیم گذشته به پایان رسید، اعدام ها همینطور روز ادامه داشت و گروه های سیاسی
ادامه میدادن و حمایت میکردن به فکر نبودن که فردا این شطور در خانه اونها هم سبز خواهد شد. به فکر این نبودن که بگویند محاکمه اگر میخواید بکنید عادلانه باشه، با حضور وکیل باشه و حق دفاع از به فرد داده بشه. همان منطقی که تازگی ها آقای جنتی به کار برده که اینا هم که کتاب که نمیخونن، از دنیا هم خبر ندارن. یه چیزی تو شنیده بود که وقتی که موسولینی رو محاکمه کردن، دادگاه گفت اسم شما چیست؟ گفت موسولینی. گفت اعدام، چون دیگه احتیاج به بقیه چیزها نبود و اسم کوچیک موسولینی هم نمیدونست. خب منطق اینها اینه، هنوز هم این منطق عمل میکنه. متاسفانه روشنفکران تقریبا بخش اعظمش رو مطلق نگم، از این صحنه‌های جنایت آمیزی که اوایل انقلاب به دلیل کینه و نفرت و حس انتقام، نه حس عدالت، حس انتقام انباشته شده، به این فضاها به رأی مثبت دادن و حمایت کردن و تو اون دورانی که این اعدام‌ها صورت می‌گرفت، مثلا یکی از نویسندگانی که امروز هم خیلی ادعا داره در خارج کشور هر روز هم میخواد گروه سیاسی تشکیل بده، جمع بکنه جماعت رو، به نام آقای نوری علا، نوشته امام خمینی پدیده تازه و دلگرم کننده در تاریخ تشیع است. او رهبر سیاسی جنبش است. امام خمینی را مردم انتخاب کردند به جهت اینکه در عین علم به احکام شرع به مقام ارشدیت نیز رسیده است. باکی نیست اگر جنبش مردم ایران ماهیت سیاسی مذهبی دارد. این در واقع ذات طبیعی هر جنبش توده‌ای در مشرق زمین است. ملت ایران خواستار حکومت علما نیست، بلکه خواستار حکومت اسلامی است. از طرح مسئله حکومت اسلامی در ایران نباید باکی داشته باشیم، چرا که اکنون ایرانیان خواستار آن اسلام واقعی هستند که بت میشکند. متوجه هستید آقا؟ این اسلام که مردمگرایی واقعی علی را با خود می آورد، آن اسلام که زایدی زینب هاست، اگر اراده مردم ایران مطرح است، این مردم چنین میخواهند: حکومتی اسلامی، یعنی حکومت مردم بر مردم با تکیه به مبانی مترقی حقوق اسلامی و تشیع سرخ علوی. آیت الله خمینی اکنون از پشتیبانی کامل مردم برخوردار است، پس میتواند به کمک افراد مورد اعتماد خود که خود به خود مورد اعتماد مردم هم هستند به آفریدن سازمان‌های رهبری دست بزند. خوب این روشن فکر معروف اون دوره که ظاهرا از دستگماردگان یا مریدان آقای آل احمد هم بوده در شورای نویسندگان، نمیفهمه که حکومت آخوند اگر باشه بهتر تا حکومت اسلامی. یعنی چی؟ ممکنه در صورت آخوندی رئیس جمهور بشه مثل اسقف ماکاریوس در قبرس، ولی چون قانون اساسی لاییک است، اون آخوند ناچار به تبعیت از قانون اساسی باید باشه. یا زمان شاه میتونست یک آخوندم نخست وزیر بشه، خطری نیست و این نمیفهمه و درک نمیکنه که اینجا خطرناک میشه که حکومت اسلامی میشه. حکومت اسلامی یعنی اسلامیزم میاد، یعنی شریعت جاری میشه، یعنی قوانین مدنی و عرفی برباد میره و این رو نمیفهمه و درک نمیکنه که حکومت اسلامی نمیتونه مردم سالار بشه، برای که تفاوت ایشون بین امت و ملت رو نمیفهمه و نمیفهمه که دموکراسی در حکومت متکی بر ملت و دولت یعنی عرفی شدن، یعنی ناسیون
پایه‌گذار دموکراسی است، نه امتگرایی. امت یه پدیده ایدئولوژیک هست، امت یه پدیده فرامرزی هست، یعنی در چارچوب جغرافیا نمی گنجه. همونطورم به خاطر همینم الان مثلا حکومت جمهوری اسلامی ارزش کاملا بیشتری بر اساس مفروضات خودش برای شیعیان لبنان یا شیعیان افغانستان قائل است و درست هم است. چرا درسته؟ برای که تفکرش امتی است و هیچ ارزشی برای یه بهایی، یه مسیحی، یه کلیمی، یه زرتشتی، یه سنی ایرانی قائل نیست. چرا؟ برای که مرزهای تعیین هویت ایدئولوژیک هست، امت هست. خب وقتی که روشنفکران ما شروع کردن بهبه و چهچه کردن، که دیروزم یک نمونه دیگه هم گفتم در مورد آقای حاج سید جوادی که تصورش بود امام می آید با صدای نو، با دلستان و تیشه ابراهیم، با عصای موسی، با هیئت عیسی و از این مزخرفات رو کنار هم ردیف کردن. چرا؟ میخواستن بت شکنی کنن. خب همشون میخواستن بت شکنی کنن، نمیدونستن که آقای خمینی بت روشنفکری رو هم بدجوری خواهد شکن و شکن بدجوری که فقل رفیقمون آقای کسرایی در اولین دیداری که با آقای خمینی کانون نویسندگان داشت برای من تعریف میکرد، خیلی بامزه. میگفتش که این هیئت کانون نویسندگان رفت آقای خمینی، بعد میگفت اولا نگاه به ما نکرد، یعنی محل سگ به هیچ کدوم ما نذاشت. دوم همش نگاه گل خالی میکرد، چشم با هیچ کس برخورد نکرد. بعد گفتش که وقتی خواست با ما صحبت کنه گفت شما نویسندگان، میگفت این سنده رو، یعنی اون چنان پایین کشید که همه احساس سنده کردن میکردن دیگه. خب یعنی روشنفکری ایران رو در حد سنده پایین آورد. همونطور که شاه هم واسه نویسنده ها خوب نبود، اونا رو انتلکتوئل مینامید. در صورت بگذاریم این وضعیت رو از این نظر توصیف کردم که ما این زبان رو درک نکردیم که وقتی که ژنرال مملکت رو اینجوری مثل گوسفند میبرن در عرض چند دقیقه میکشن، وقتی که نخست وزیر یه مملکت رو اینجوری میبرن به اون شکل فجیع میکشن، فردا آدم های معمولی تر رو خیلی راحت تر میکشن. و این رو نفهمیدیم که انحلال ارتش و کشتار سران ارتش رو داریم پیشنهاد میکنیم. با این کار خدمت بزرگ داریم به صدام حسین میکنیم. چرا؟ برای ارتشی که ژنرال نداشته باشه، سر نداشته باشه، مغز نداشته باشه، دیگه اون ارتش نیست. یکی از دلایل حمله ناگهانی هیتلر به شوروی ناشی از همین امر بود که از 5 مارشال شوروی که اینها مارشال ها هستن، نقش کلیدی در جنگ دارن، هدایت جنگ دارن، تجربه و دانش لازم رو دارن، از 5 مارشال شوروی 4 نفرش رو استالین اعدام کرده بود و هیتلر استدلالش این بود که الان ارتش شوروی سر نداره و این بهترین فرصت است برای حمله ناگهانی. و درست در 3 روز اول حمله 3 میلیون نفر از ارتش شوروی رو کشتن و اسیر کردن و تا عمق 500 کیلومتری هم پیشروی کردن. همین بلا رو خمینی روی ارتش ایران آورد و بزرگترین خیانت رو به تمامیت ارضی کشور کرد. چرا؟ برای اینکه چنان کشتاری از سران ارتش کرد، از خلبان ها کرد که ارتش ایران رو بی سر و زمینگیر کرد و صدام بزرگترین هدیه ممکن به صدام حسین که همواره مترصد اون بود که توازن قوا بین ایران و عراق به هم بخوره و حمله کنه و قرارداد الجزایر رو زیر پا بگذاره و اعلام. این هدیه آسمانی خمینی بود با این کشتارهاش به صدام حسین. و دیدیم که صدام
توجه به این توضیحات حتی تجربه 35 سال اخیر ما این رو یاد نداد، 36 سال اخیر، که آقا وقتی یه سلطنت طلب رو بدون شرایط انسانی قانونی، بدون شرایط لازم محاکمه میکنن، این رو نفهمیدیم که این محاکمه ملت است. این رو نفهمیدیم که اگر یک کمونیست رو این گونه محاکمه میکنن، محاکمه انسان هست، محاکمه ملت هست بدون داشتن حق. این شطور در خانه همه خواهد آمد. متاسفانه همون طور که اول سلطنت طلبها اعدام کردن، گروه های سیاسی از چپ تا راست هورا کشیدن برای خمینی، از ملی که در قدرت بودن آقای سنجابی ها سکوت کردن و در دولت موقت و بازرگان ها و همه و نیروهای دیگه هم به اصطلاح تایید کردن. فردا نوبت چپ ها رسید، پس فردا نوبت مجاهدین رسید، بعدش نوبت توده‌ای رسید، بعدش نوبت همه و کرد و لور رسید و متاسفانه همه از کشتار طرف مقابل رقیب خوشحالم می شدن. این جالبه. همونطور که خلاصه اول انقلاب دیدیم که کشتار سران رژیم چه ولوله و شادکامی برای اینا وجود می‌خورد. هنوز بعد از 37 سال نفهمیدیم. به خاطر همین من میگم باید با تمام وجود، من خودم به این درجه رسیدم که حتی یکی از طرفداران خود رژیم جمهوری اسلامی یا آقای موسوی کروبی رو میخوان محاکمه کنن یا میخوان به سرکوب بکنن، با تمام وجودم میگم آقا حق قانونی دارین، باید قانونی و انسانی محاکمه بشه. هر کس با هر عقیده و اندیشه. هنوز به این بلوغ نرسیدیم که به اصطلاح این کار رو انجام بدیم. هنوز به این بلوغ نرسیدیم و به همین دلیل هم زبان مشترک نداریم. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. امیدوارم که در این مورد روشن صحبت کرده باشیم. بله، سپاسگزارم از شما آقای رئیسی. سوالی اینجا مطرح است که البته خارج از گفتگوی شماست، اما در اون رابطه هم سوالاتی هستش که به بیشترش که ضمن صحبتتون پاسخ دادید و فکر نمی‌کنم مطرح کردنش لازم باشه. دو سوال اینجا مطرح است که اینو میتونید هر کدوم دلتون بخواد خیلی کوتاه در موردش صحبت کنید و بعد بذاریم برای برنامه آینده. اولین سوال این استش که اصولاً الان روسیه، پوتین مقصودش سوال کننده است، چه نقشی در ایران دارد و اموال ایران تا چه حدی به تاراج روسیه می رود و اون قراضه هایی که به اصطلاح تحویل ایران داده است آیا مورد بهره برداری قرار می گیرد یا نه. این سواله. سوال دیگه سوال کاملا جدایی است که یکی چند بار شنونده ها، یک دو تا از شنونده سوال کردن، اینی که در مورد اسلام کرواتی، یعنی دکتر علی شریعتی میخوان که شما یا به عبارتی حضرت علی کرواتی یا حضرت حسین کرواتی اگر موافق باشید در این مورد، یا به عبارتی علی شریعتی، یه تاریخچه، یه توضیحی در اون زمینه بدید که اصولا این چه نوع اسلامی است که او مطرح میکند. حالا هر کدوم میخواد کوتاه میتونید چون فرصت نیست، حدود 5 دقیقه فرصت دارید. سوال اول از طرف، حالا شاید پیش داوری کنم، یه انسانی مطرح شده که روز ستیز هست، چون ما ایرانی ها به مسئله بازی و قدرت جهانی درک عمیقی از بازی و قدرت نداریم. ایدئولوژیک فکر میکنیم، یا آمریکانوفیل میشیم، عشق آمریکا ما رو میکشه، یا روسوفیل میشیم، یا آلمانوفیل میشیم، یا چینوی میشیم، طرفدار چین. دیگه وظیفمون این است که همه چی رو از این دریچه ببینیم. هر
عالی است هرچی روس است بد است، یا هرچی روس است عالی است هرچی آمریکایی است بد است. این نوع نگاه را از خودمون دور کنیم. اگر میخواید با سیاست به رابطه واقعی پیدا کنیم. بازی جهانی بازی قدرت است، بازی تاریخ هم نیست، بازی قدرت، بازی سیاست. به همین دلیلم آقای کی اسمش از چرچیل به عنوان یک سیاستمدار شناخته شده و کار کشته این جمله معروف رو داره که ما نه دشمنان پایدار داریم نه دوستان پایدار، منافع ملی پایدار داریم. از زاویه منافع ملیمون به قضایا باید نگاه کنیم. خب از این نظر بارها من گفتم در سطح جهان اگر بازی یک طرفه بشه، بازی قدرت، یعنی 90% قدرت جهانی به دست آمریکا یا بیفته یا به دست روسا یا به دست هر کس، برای بشریت فاجعه خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه اون دولت از منافع ملیش داره دفاع میکنه و دیکته میکنه به همه، به خصوص در این بازی که یک طرفه شده کشورهای ضعیف به مستعمره بسیار بی‌ارزش تبدیل خواهند شد. این بازی در قرن 19 اتفاق افتاد تا حدودی و انگلیس چنان تسلطی بر جهان داشت که میگفتن آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکنه. و همین دلیلم وقتی که میخواست تاثیر بگذاره روی دولت ها دیکته کنه، کافی بود اعلام بکنه که کشتی جنگی فلان از بندر لیورپول به طرف آبهای خلیج فارس حرکت میکنه. معنیش پیامش روشن بود که میام پدرتون در میارم بشینید سر جاتون خط و خون بگیرید. و دولت ها تو ایران میلرزیدن به خودشون. یا به هر جا این دوستان دست از این شیوه بردارن. من شدیداً طرفدار این بازی هستم که بالانس قدرت جهانی میخواد نیروی هژمون آمریکا باشه، بالانسگرش چین باشه، بالانسگرش اتحادیه اروپا باشه، بالانسگرش روسیه باشه که قدرت تو جهان یه طرفه نشه و اون موضوع برای کشورهای ضعیف جهنم خواهد شد. فکر نمی کنم اینهایی که طرفدار آمریکا یا انگلیس هستن این رو ندونن که انگلیسی ها در قرن 19 بهترین شرایط دموکراسی جهان رو داشتن، پارلمان، آزادی مطبوعات فلان، ولی اینها که نیومدن این پارلمان و آزادی مطبوعات و آزادی احزاب برای کشور ما هم در ارمغان بیارن، آمده بودن نفت ما رو غارت کنن. و برعکس هر جا هم که مردم ایران خواستن اقدامی بکنن برای احقاق حقشون، همون انگلیسی ها خانها، عشایر، آدم ها، اوباش ها را تحریک میکردن، احزاب ملی رو سرکوب میکردن. خب غیر از این تاریخ بخوانیم. حالا با این دیدگاه اتفاقا شب یلدا این رئیس جمهور چین پیامی برای ایرانی‌ها داد، برای اولین بار. برای من جالب بود، دقت کردم چون میدونست در ایران شایع شده، پر شده که چینی ها کالاهای بنجلشون به ایرانی ها میدن. ایشون در پیامش آشکار گفت مقصر دولت چین نیست، مقصر دولت خود شماست، وارد کنندگان خود شماست که کالاهای بنجل میخرن. خب چون چینی ها 3 نوع استاندارد دارن. استاندارد آمریکای اروپایی است که میسازن، مثلا عروسک بچه که میسازن 3 استاندارد داره. برای استاندارد آمریکایی که گرون هست با معیارهای آمریکا میسازن، یعنی سرطانزا نیست اون چیزهایی که در عروسک کودکان به کار بردن، ولی با استاندارد سوم آفریقایی که میسازن بسیار بسیار ارزانه، ولی خب بسیار دیگه چیز نمی کنن، همین چیزهای تهمانده های چیز رو استفاده می کنن. در چین هم اینجوری هست دوستان. اگر داروهای چینی رو تو خود جامعه چینی طوری که به ما دادن بخواد استفاده کنن، خب چینی ها هر روز باید بمیرن، ولی این تجار بیشرف هم هستن، این تجار پست و زالو صفت ما هستن که با استاندارد آفریقایی کالا میخرن،
با استانده اروپایی در ایران میفروشن. اینا پول پرستان هستن، اینا سپاه پاسداران هستن، اینها تلفیه ها هستن که مملکت رو اینجوری کردن. تقصیر دولت های خارجی نیست. دولت روسیه فکر نمی کنم ابزار قدرتمندی داشته باشه که بتونه به ایران دیکته کنه. اصلا فکر نمی کنم. آمریکایی هم نیستن، چینی هم نیستن که مثلا دیکته کنن آقا این رو بخر اون رو نخر. سیاست های نابخردانه و پلید خود حکومت جمهوری اسلامی و دزدی و غارتگری خود اینها است که اینها برمیدارن چیکار میکنن؟ حالا کالاهای نامرغوب میکنن، چون مردم ایران در اجبار استفاده هستن. وقتی که بایکوت هست، وقتی که کشور در قرنطینه قرار گرفته، خب مردم ناچارن از همون ابزارهای چینی یا داروهای چینی یا کالاهای هندی یا برنج هندی مسموم اینا و روی ناچاری مجبورن بخرن. این تقصیر اونا نیست، تقصیر هندی ها هست. بسیار بسیار جامع و مختصر و خیلی خیلی قاطع پاسخ دادید. این پاسخ بسیار جالبی بود آقای رئیسی. منظورم که فکر خودتون بکنید. وقتی که تجار شما پس فطرت هستن، دزد هستن، ضد ملی هستن، ارزشی برای جان انسان اصلا قائل نیست و مردم هم تو صف میستن میخرن. آخه اینا ناچارن، اون مردم ناچارن عزیزم. خب وقتی که به اصطلاح طرف به اصطلاح گرسنه هست، بچهش جلو چشمش داره از گرسنگی پرپر میکشه، ناچاره بره برنج هندی بخره. اتفاقا همین چند وقت پیش عکسی میدیدم، همین روز 40 بود چی بود که اینا آقا زمان شاه به اصطلاح اگر به اصطلاح این آش نرزی یا قیمه نرزی بود، اونایی که باورمند مذهبی بودن که برن یک تیکه آش نرزی بگیرن زیر چادری زیر چیز پنهان هم میکردن، به خاطر اینکه فرض کن باورمند بودن شاید ثواب داره، میدونی برای ثوابش این کاره میکردن. آقا دیگه های 15 نفره تو دست ملت سب از روی دست هم دیگه بالا میرفتن. آخه ملت ایران رو بدبخت کردن، پس کردن، حقیرش کردن، غرورش شکندن. وقتی غرور یه ملت شکسته بشه، یه گدایی به اصطلاح به یک فضیلت تبدیل میشه، به یک وضعیت اینجوری تبدیل میشه دیگه. سپاسگزارم آقای رئیسی، وقت تمام شد. گذشته بابا گداهای ما هم غرور داشتن. بله واقعا. حالا دیگه بزرگا مردم طبقه متوسط هم غرورشون شکسته شده. از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده امیدوارم شاد و خوشحال باشید که شما رو داشته باشید. شاد که نه، خوشحالم نه. در صورت این همه اندوه تو جامعه است، آدم چجوری میتونه شاد و خوشحال؟ به هر حال خودتون حفظ کنید که داشته باشیمتون. روز بر شما خوش.